برادری کلانی ما فایز نام داشتند. اون زمانی که سالهای 50 تا 60 3 سال خدمت میکردند، همگی 10-12 روز عروس را آورده فراوردند، او را عسکری بردند خدمت. 12 روز عروس در تگ چادر شهبچه را بردند. 3 سال خدمت کردند، در لباف سرحدبانی بودند. 3 سال خدمت کردند، رخصتی نبودند، نامدند. وقتی که پیش از آمدن 3 روز میماند، یک حوض داشتند در داخل قسم حربی. پیش از خوراک نصف روزی سربازان در اونجا آبازی میکردند. آبازی میکنن، سر میز در میآیند. وقتی خوراکاری جایش خالی نیست، امرا میپرسند کجا شد رحمانو؟ نیست. خیلی دیگه حاضر میبیاد نیست. نصف روزی تمام میشن نیست. کجا شد؟ میکنن جای وای نیست. میروند تمام میجارو میکن، میبینن که بعد کسی میبینن لباساش در لبی هست، خودش نیست. بعدا ای غواص میارن میدراید که در تگی آب جسدش. مادر من دیگر 3 نفر بودن امروش. به درجه کم بزاعت بودیم و که همون زمانا جسد را پدر و مادران از حساب خودشان میآوردند. کسی پول داشت، اگر حادثه رو میداد، رفته جسدی فرزندش می آورد با خراجات خودش. کسی که نمی داشت در همونجا با خاک میسپرد. یک 10 روز نگاه کردن، بعدی 10 روز خیلی دیگر هیچ که پیدا نشد. نه مبلغ کی میرود، هیچ کس نرفت. همین 3 طرفی خشان از سنگتوده، جماعت دیات سنگتوده، اکاو دادر یا کسی دیگر از شهر دوشنبه، اونا با خاک سپاردن. با 3-4 مراتب زیارت رفتیم، آنها برده نشان دادن. بعض فکرها بود که گرفته آوردن در کار دیگر. بعدی قدر سال دیگر فکرم که خوبش آزار دادن در کار نیست. تقدیر نصیب همین بوده است.